سلام دوستان. امروز میخوام داستان زندگیمو براتون بگم. این داستان برمیگرده به چند وقت قبل، زمانی که تمام تلاشمو کردم که رضایت بدم، اما هر چقدر اصرار و خواهش کردم راضی نشدن. برادرم بازداشتگاه بود و من باید رضایت میگرفتم. بهشون گفتم برادر من اهل این کارا نبود، چرا رضایت نمیدین؟ اما اون مرد پشت میز نشسته بود و میگفت من اصلا حوصله اینو ندارم. چرا هر روز پا میشی میای اینجا؟ چرا باید رضایت بدم؟ خسارت میلیاردی به من زدین، بعد میگی برای چی شکایت کردم؟ من به اون برادرت گفته بودم که حواسشو جمع کنه، اما اون فایل اطلاعات منو فرستاده برای رقیبم. از کجا معلوم عمدی این کارو نکرده؟ من از کجا بدونم اشتباهم فرستاده؟ و خیلی اتفاقای دیگه که تو این شرکت افتاده و اما اون به عنوان حسابدار نفهمیده. از کجا معلوم که خودش دست نداشته؟ من در جوابش گفتم باور کنید برادر من اهل این کارا نیست. اون کار میکنه تا پول حلال بیاره خونه ما. من مطمئنم پای کسای دیگه ای وسطه. براش پاپوش دوختن. بی‌حوصله در جوابم گفت مگه نمیگی برادرت بیگناهه؟ بذار روال قانونیش طی بشه. بذار مشخص بشه که اون گناهکار نیست. با گریه گفتم این نامردیه به خدا. شما که میدونید داستان جوری چیده شده که انگار مقصر همه چی برادر منه، اما به خدا اون مقصر نیست. در مجموع توی این پرونده شما نزدیک 500-600 میلیون ضرر کردین. این عدد برای شما پولی نیست، اما واسه ما خیلی پوله. برادر من الان بازداشتگاهه. من و مادرم جز اون کسی رو نداریم. لطفاً خواهش میکنم رضایت بدین برادرم بیاد بیرون. بلند شد و با عصبانیت گفت یعنی چی داری این حرفا رو به من میزنی؟ یعنی من مونده 600 میلیون پول تو هم؟ آخه دختر، من 600 میلیون میدم تا یه نفر یه شب با من بگذرونه. من دوست ندارم تو دفتر دستکم یه آدم ناروزن و دورو باشه. خیلی سریع الان از اینجا برو. دیگه هم اینجا نبینمت. خیلی پولدار بود. ظاهرش فوق‌العاده متشخص بود. اما وقتی باهاش هم کلام میشدی میفهمیدی چجور آدمیه. بعدش دوباره شروع کردم به اصرار کردن و اون چیزی که نباید میگفت رو گفت حالا که رضایت برادرتو میخوای، چه فرقی با اون دخترایی که از خودشون میگذرن داری؟ با من باش، 600 میلیون رو جور کن. این پولو بگیر و برادرتو آزاد کن. رضایت که خشک و خالی نمیشه. در ازای رضایتی که میخوای باید این کار رو انجام بدی. البته تو به اندازه اونا نیستی. اونا خیلی خوشگل‌تر از این حرفان. تو اگه بخوای به اندازه 600 کار کنی باید 1 ماه بیای. من که واقعا تعجب کرده بودم با چشمای گریون گفتم یعنی چی؟ 1 ماه بیام چی کار کنم؟ پوزخندی زد و گفت همون کاری که بابتش انقدر پول میدن. من با اخم نشسته بودم و نگاش میکردم. کیفمو برداشتم و با قدم‌های بلند از اتاقش اومدم بیرون. برگشتم خونه و به مادرم گفتم اون رضایت نمیده. آخه چرا این کارو کرده؟ چرا باید برادرم این کارو بکنه؟ و کلی به برادرم بد و بیراه گفتم که ما رو تو این شرایط گذاشته. مامانم با گریه گفت این طفلی انقدر فقر و نداری و بیپولی کشید که در نهایت دست به همچین کاری زد. نشستم رو زمین و در حالی که خیلی عصبی بودم گفتم نشسته بودم رو زمین. همینجور که فکر می‌کردم به مادرم گفتم چه درخواستی داشته و بهش گفتم در ازای رضایت چی از من میخواد. گفتم من دیگه اونجا نمیرم. اون شب مادرم هیچی نگفت، ولی از فردا شروع کرد به گریه کردن. اسم برادرم صبحان بود. مادرم میگفت صبحان برای اینکه ما تو رفاه و آسایش باشیم این کارو کرده. میگفت ازدواج نکرده به خاطر اینکه خرج ما رو بده. میگفت ما تا حالا براش هیچ کاری نکردیم. ما از خودمون نگذشتیم. اعصابمو خورد کرد. واقعا نمیفهمیدم چه توقعی از من داشت. اینکه واقعا به حرف طلبکار صبحان گوش کنم. صبحان خوب میشناختم. ابداً به همچین چیزی راضی نمیشد. اون این همه تلاش کرد که ما با آبرو باشیم تا من با آبرو بزرگ بشم. حالا سر هیچی باید آبرومو به باد میدادم. اصلا قصد نداشتم همچین چیزی رو قبول کنم، اما اتفاقی افتاد که مجبور به این کار شدم. در روند پرونده مشخص شد که واقعا صبحان این کارو کرده و صاحبکارش مطمئن شد که واقعا خود صبحان ازش پول برداشته. بدبختی اینجا بود که هر چی ازش میپرسیدیم پولش کجاست تا ببریم بهش بدیم هیچی نمیگفت. سکوت میکرد تا در نهایت به حرف اومد.
و گفت پول رئیسش رو داده به دختر مورد علاقش. اون دخترم نامردی کرده و با پولا فرار کرده. به معنای واقعی با مادرم فهمیدیم که بدبخت شدیم. تنها کسی که تو دنیا داشتیم و داریم از دست میدیم. و بیشتر از این که رئیسش دنبال پولش باشه، از این که نارو خورده اعصابش خورد شده بود. منم دیگه بعد از اون روز نرفته بودم برای گرفتن رضایت. دادگاه اونا تشکیل شد و رئیس برادرم کوتاه نیومد. کلی مدرک به پروندهش اضافه کرده بودن و حسابی پروندهش سنگین شده بود. واقعا نمیدونستیم آخر عاقبتش چی میشه. اونقدر همه چی ترسناک که حرفها و فشارهای مامانم روم تأثیر گذاشت و بلند شدم رفتم دفترش. تا منو دید پوزخندی زد و گفت این ورا چی کار میکنی؟ گفت این ورا چی کار میکنی؟ من میدونستم زن و بچه داره. قبل از اینکه این درخواست رو با هم مطرح کنه به همسرش و خانواده‌اش حسادت میکردم. اما بعد از شنیدن حرفاش و اینکه اون هیچ تعهدی به همسرش نداشت متوجه شدم زن اون ممکنه خیلی بدبخت‌تر از من باشه. و نشستم با خودم فکر کردم که اگه صبحان بیرون نیاد اوضاع ما از این بدتر میشه. حال مامانم بده، حال خودم بد بود. شرایط اصلا خوب نبود. با خودم فکر میکردم اگه این کارو نکنم و صبحان آزاد نکنم همه چی یه جور دیگه میشه. خیلی خیلی خوش اومدین به کانال حکایت سرا. تو کانال من میتونید جذاب ترین و هیجان انگیزترین داستان ها و حکایات رو بشنوین. لطفاً با سابسکرایب و نظرات ارزشمندتون منو برای ادامه مسیر همراهی کنید. اونقدر با خودم فکر کردم که بالاخره راضی شدم به خاطر آزادی صبحان به حرفش گوش بدم. اما نمیدونستم در ازای این تصمیم قراره تو چه منجلابی بیفتم که اگه میدونستم هیچ وقت این کارو نمی کردم. نهایت 2-3 سال صبحان تو زندان میموند و بعدش آزاد میشد. اما این کاری که من کردم باعث شد اتفاقاتی رو تجربه کنم که هیچ وقت فکرشو نمی کردم. رئیس صبحان فردی بود به نام اعتماد. بی حرف نشسته بودم تو دفترش. حالم خیلی بد بود. بهش نگاه کردم. اون انگار از دیدن این حجم از استرس و نگرانی واقعا کیف میکرد. همون روز با هم قرارداد نوشت. در ازای این که به طور موقت همسرش بشم رضایت برادر ما امضا کرد. به مادرم که گفتم خیلی خوشحال شد و بدون اینکه ازم بپرسه کجا میری و شب و کجا میمونی منتظر اومدن صبحان بود. آماده شده بودم. هیچ وقت اون شب رو یادم نمیره. بوتای مشکی با پاشنه بلند پوشیده بودم. یه پیراهن بلند پوشیدم و روشم یه پالتوی خز کوتاه. یه شالم سرم انداختم. آرایش کرده بودم و با استرس به گوشواره‌هام نگاه می‌کردم. اولین بار بود خودم رو اینجوری می‌دیدم. به شدت زیبا و خیره کننده شده بودم. رفتم جلوی در و سوار ماشین مشکی و گرون قیمت اعتماد شدم. به محض نشستن دستش جلو اومد. معذب شدم. نمیتونم بگم اون شب سخت بود، بد بود. اولش واقعا دلهره آور بود. اما بعدش با نوشیدنی که بهم داد دیگه هیچی نفهمیدم. تو حال و هوای خودم نبودم. صبح وقتی بلند شدم تو اتاقی بودم که فقط توش تخت بود. متوجه شدم اتاق یه هتله. این اتفاق بارها و بارها تکرار میشد. صبحان آزاد شده بود و پنهونی مشغول به این کار بودم. وقتی که کنارم بود و همسرش زنگ میزد خیلی خوب باش صحبت میکرد. هیچ وقت نفهمیدم زنشو دوست داره یا نه. میونه حرفاش گفت ای کاش اولین بار منو زودتر دیده بود. کاش سن و سالم بیشتر بود تا با من ازدواج کرده بود. میگفت از وقتی با منه دیگه هیچ دختری به چشمش نمیاد. عاشقش نشده بودم ولی کنارش بهم خوش میگذشت. کلی برام هدیه و چیزای جور و جور میخرید. صبحانم در به در دنبال اون دختر و کار جدید بود. از من غافل شده بود. موقتاً برای 3 ماه قرارمون این بود که من همسرش باشم. ولی 6 ماه گذشته بود و هر بار تمدید شده بود. یه خونه نقلی و قشنگ اجاره کرده بود و وسایل من اونجا بود. هر روز صبح به بهونه سر کار رفتن میرفتم اونجا. هر روز خودش منو میرسوند و بعدم میومد دنبالم. یه روز که اومد دنبالم بی‌حوصله بود. مثل هر روز نبود. هر روز تا برسیم خونه کلی با هم حرف میزد و قربون صدقه‌ام میرفت. اما اون روز چیز خاصی نگفت. رسیدیم خونه. من ناهار آماده کردم. همه جا رو مرتب کردم و رفتم تو اتاق. دیدم از صبح هنوز خوابه. خواستم باش حرف بزنم تا بفهمم دلیل ناراحتی و بی‌حوصلگیش چیه.
بهش گفتم نمیخوای بلند شی، ظهر شده ها، پاشو غذا بخوریم. گوشه چشاشو باز کرد، لبخندی زد اما بلند نشد. تو همون حال یهویی ازم پرسید تو دلت نمیخواد بچه داشته باشی؟ با تعجب نگاه کردم و زدم زیر خنده. گفتم جدی که نمیگی؟ گفت نه بابا، بچه میخوام چیکار؟ به اندازه کافی دارم. میخواستم نظرتو بدونم. هیچی نگفتم. گفتم پاشو نهار بخوریم. اون روز سریع میز نهار رو آماده کردم و اونم اومد سر میز. همه چی تو زندگیمون خوب بود. یه زندگی خوب و رمانتیک. تو اوج اون ارتباط بودیم که یهو برگشت و بهم گفت من یه مدت میرم آلمان، اما برمیگردم. با تعجب گفتم یعنی چی میری آلمان؟ تنها میری؟ سری تکون داد و گفت نه، با خانواده‌ام میرم. پکر شدم. سرم انداختم پایین. فکر میکردم برای 1 ماه 2 ماه میره، اما با چیزی که گفت خیلی تعجب کردم. گفت شرکتم اینجا واگذار کردم و اونجا توی شرکت آلمانی سهام خریدم. فعلا برای چند سال اونورم تا بعد ببینم خدا چی میخواد. زدم زیر گریه و گفتم یعنی چی برای چند سال میری؟ من اهمیتی دارم برات؟ دلت برای من تنگ نمیشه؟ 9 ماه با هم بودیم و بعدش با خانواده‌اش رفت آلمان. قبل از اون به زندگی که داشتم عادت داشتم. یعنی فقر اذیتم نمی‌کرد. لباسای معمولی پوشیدن اذیتم نمی‌کرد. اما با وجود اون و چیزایی که تجربه کرده بودم دیگه نمیتونستم مثل قبل ساده زندگی کنم. دیگه نمیتونستم یه مانتوی گلگلی بپوشم که کهنه است. نمیتونستم تو خونه بشینم و در و دیوار رو نگاه کنم. عوض شده بودم. سعی کردم یه کار پیدا کنم، اما کی به یه آدم بی‌سواد کار میداد؟ من یه دیپلمه بودم که رقیبام افرادی بودن که فوق لیسانس داشتن. وقتی دیدم به اینجا رسیدم مجبور شدم از چیزای دیگه استفاده کنم. وقتی برای مصاحبه کاری میرفتم و متوجه میشدم مرد روبروم آدمیه که ممکنه پاش بلغزه، از زن بودنم استفاده میکردم. دیگه آمارش از دستم در رفته بود که با چند نفرم. نمیدونستم با کی ظهر بیرونم، با کی شب بیرونم، کی برام بلیت مسافرت میگیره، کی به ویلا دعوتم میکنه. صبحانم دیگه نمیتونست جلومو بگیره. صبحان افسردگی گرفته بود و حتی پول تو جیبیشو از من میگرفت. دختر مورد علاقهش دورش زده بود. وقتی ازم میپرسید کجا میری و من پولی بهش نمیدادم، دیگه سکوت میکرد و ترجیح میداد هیچی نگه. با اینکه حسابدار خوبی بود، اما انگار اعتماد به نفسش از دست داده بود. صبح تا شب تو گوشیش بود و آهنگ گوش میداد. به در و دیوار خیره میشد. من یه جورایی زندگی برباد رفتم و تقصیر صبحان میدونستم. چون اگه اون طمع نکرده بود و اون پولو به زندگی ما نیاورده بود، این اتفاق برای من نمیافتاد. میگم ای کاش به خواسته اعتماد تن نمیدادم. قطعا اگه این کارو نمیکردم با یه نفر ازدواج کرده بودم و زندگی خودمو داشتم. انقدر احساس بدی به خودم نداشتم. نمیتونم از این کار دست بکشم. نمیتونم بیخیالش بشم. انگار عادت کردم که هر لحظه با یه نفر باشم. اینکه آدما رو عاشق خودم کنم و بعد از گرفتن پول بهشون نارو بزنم برام عادت شده. از طرفی حس عذاب وجدان دارم، از طرفی به اینجور زندگی عادت کردم. انگار میخوام به یه نحو دیگه حقم از این دنیا بگیرم. خلاصه تو منجلابی گیر افتادم که فکر نکنم بتونم ازش رها بشم. ممنون که به داستان زندگی من گوش دادید. امیدوارم هیچ کسی تو شرایطی که من قرار گرفته بودم قرار نگیره.